یکی از دوستان من هندوست و او میگه که پرستش سنگ درست نیست. پس مسلمانان چرا خانه کعبه را پرستش میکنن الان که خانه کعبه خود سنگ است؟ به طور خلاص افاده میکنم این را که برادر ما پرسیدن که اگر پرستش سنگ ها درست نیست پس چرا شما مسلمانان رو به طرف کعبه آورده و عبادت میکنید؟ پیوسته با این سوال که سوال خیلی خوب هم هست میخوام بگویم که هیچگاه هیچ مسلمانی نخواسته که خانه کعبه را عبادت کنه و این در اساسات اسلام هم نیست و مسلمانی به خاطر عبادت خانه کعبه هم با آن سمت نمی ایستد. بل فقط این ارتباط مستقیم به سوره بقره سوره 2 آیه 144 دارد که خداوند متعال می‌فرماید که در هر کجایی هستید در وقت ادای عبادت یا نماز رو به طرف قبله یا مکه برگردانید. یعنی به این معنا که سمت که ما به آن باید بیستیم و ادای عبادت کنیم و نماز برپا داریم خانه کعبه است. در حقیقت ما خانه کعبه را عبادت نمی کنیم، فقط سمت متوقف شدن ما به نماز خانه کعبه پنداشته می شود و گذشته از آن ما خداوند متعال را عبادت می کنیم. ولی مسلمانان همه معتقد به اتحاد و اتفاق هستند که درست همین علت باعث می شود که آنها گرد هم یک جا بایستند و یا طواف کنند که برجستگیشان به مشاهده برسد برای تشویق دیگران به دین مقدس اسلام. از طرف دیگر از نگاه دین مقدس اسلام و یا از نگاه مسائل علمی واضح می شود که هر دایره برای خود نقطه مرکزی و یا حصه دارد که ما مسلمانان وقت خانه کعبه را طواف می کنیم موجودیت یک خانه کعبه را به اثبات میرسانیم که یک خداوند متعال وجود دارد که ما فقط او را عبادت میکنیم و خانه کعبه فقط سمت متوقف شدن ما در نماز.